مردم قوی‌اراده و زحمت‌دوست جماعت دهات چیلچه ناحیه تیمورملیک با احساس گرم وطن‌دوستی و حس بلند ملی در دایره تجلیل 35مین سالگرد استقلالیت کشور اهلانه مهنت نموده در کارهای بنیادکاری و سازندگی سهم ارزنده خویش را گذاشته ایستادند. در جماعت مذکور 14 دهه موجود بوده. در دوردست‌ترین دهه کارهای آبادگرایی و سنگفشکنی راه‌های محلی با مرام ادامه دارند. در شفت بینای مؤسسه تعلیمی رقم 6 ساختمان بینای دوآشیانه عبارت از 16 صنفخانه برای 280 نفر خواننده، 3 کابینت فنی در دوره 20 ساله آموزش فن‌های دقیق از سوی مؤسسه دولتی دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی جمهوری تاجیکستان، جمعیت سهامی گشاده پژوهشگاه علمی و لایحه‌کشی و جستجویی سنی آسپ آغاز گردیده 12 نفر ساختمانچیان در کارهای ساختمانی جلب گردیدند. شکرگزاری میکنیم که در برابر بسیار بهبودی و آبادانی همین ساحه معروف در مؤسسه ما هم کارهای آبادانی و ساختمان نو مؤسسه تعلیمی برای 280 نفر ساختمانشان شروع گردید. میناداری خودمون را با پیشوای ملت میرسونیم که طبق نقشه طرح گردن همین مؤسسات برای نسل نورس ما با استفاده میتید. فرزندای ما در مؤسسه نوی تیپ نوی زمانوی تعلیم تربیت میگیرد. صاحبکاران محلی با تکیه از دستور و پیشنهادهای سرور دولت و دستگیر و غمخوری‌های حکومت جمهوری در کارهای سازندگی و بنیادکاری سهمی ارزشمند دارند. ساختمان میدان ورزشی از حساب صاحبکار محلی اصلالدین سفرов در مؤسسه مذکور مورد استفاده بری قرار یافته است که اخلاصمندان ورزش از این میدان زمانوی ثمرناک استفاده میبرند و به مشق و تمرین مشغول میشوند. تامین خط آب نوشاکی از جانب صاحبکار باباجان سفرов نیز در دهه چیلچه راه اندازی گردیده است که ساکنان از این اقدام خیرخواهانه قناعتمندند. در دهه وحدت جماعت نامبرده که 47 خواجگی زندگی دارد از نداشتن مؤسسه تعلیمی و دور بودن راه تنقیسی میکشیدند. خوشبختانه از حساب مبلغ‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه 4 صنفخانه ساخته شده ایستاده است که با مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه تعلیمی مشکلات ساکنان حل و فصل خواهد گردید. شخصان خیرخواه و سخاوت‌پیشه در حدود جماعت چیلچه ناحیه تیمورملیک کم نیستند. از حساب میرزا مرادov یک مقدار مبلغ که با مقصد زیارت حج جمع آوری شده بود با اهل و عائله اقدام گرفتند که پول ماشین گذر ساخته مورد استفاده بری قرار دهند که این پول دهه‌های لاله‌زار، شیرین آب، گل‌آباد، بهمنرود جماعت دهات سیمومین رحیمов را با هم می‌پیوندد. سالهای دراز مبلغ جمع کردیم. مرده که من به حج نمیرم گفتو برای خلق برای همین طلبه ها چیزا گفت من همین مبلغ در همینجا صرف میکنم که ثوابش به ما برسه. در جماعت دهات چیلچه در برابر دیگر کارهای سازندگی و بنیادگرایی بر رشد ساحه کشاورزی دقت ضروری میدهند. خواجگی دهقانی محمد احسان از سال 2005 این جانب فعالیت داشته اصلا به پرورش پیسته مشغولند. تبریک رئیس خواجگی اتابک احسانov در صحبت ابراز داشت در برابر پرورش نیالان پیسته، زردالو، بادام، سیب، ناک و چهارمغز نیز نشأ و نمای خوب داشته. در خواجگی زیاده از 21000 نیالان گوناگون پرورش می‌یابند. از جانب صاحبکار معروفجان ذکرزاده در دهه اتفاق بنگاه سلامتی مورد استفاده بری قرار یافت که با شرایط ضروری طبی تامین میباشد. در دهه شبانه سال 2022 مؤسسه تعلیمی دوآشیانه برای 280 نفر خواننده مورد استفاده بری قرار یافته بود که طرح نو زمانوی داشته با بهترین شرایط تعلیمی و اتاق‌های کسب و هنرآموزی و تکنولوژی انفرماسیونی مجهز میباشد. بخش به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 51 انشاءات تا امروز به نقشه گرفتیم. عین حال در 17 انشاءات کارها ساخته به استفاده داده شد. حالا باشد در دیگر انشاءات ها کارها ساختمان ادامه دارد. از آن جمله در مکتب رقم 6 به نام حسن قرش دهه چیلچه، دهه وحدت، دهه شبانه، دهه آفتابرویه، دهه یکصده کارها در مؤسسه های تعلیمی کارها ایستاده است. صاحبکاران و ساکنان جماعت دهات چیلچه ناحیه تیمورملیک کارهای آبادکاری و سازندگی را قرض انسانی، وظیفه شهروندی و رسالت ایمانی خود دانسته در نزد خویش مقصد گذاشتند که در دوره تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور با عملهای نیک و سازنده سهم ارزنده خویش را میگذارند.